ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌ای‌های بیوطن کاری در تهران کردند که ننگ آن پاک نخواهد شد. آتش زدن اتوبوسی که پر از دختر محصل مدرسه‌ای است، آتش زدن کتابخانه و کارهای وحشیانه دیگر به خاطر خواهد ماند. ولی این حرکت محتضرانه به شب نکشید که خاموش و خفه شد. بعد از اون روز ارتجاع سیاه از بین رفت. امروز همون توده بیوطن ماسک ارتجاع قشری به روی خودش میزند، ولی دروغی است.